یه مسئله مهم در مورد جنگ ایران و اسرائیل میخوام بگم. آقا جنگ ایران و اسرائیل که میگفتن 2 ماه بعد میخواد شروع بشه، شد. ایرانو زدن و دوباره 2 ماه فرجه دادن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این فرجه 2 ماه میخورد به ایام عاشورا و اربعین. این به خاطر اینکه مردم ایران شیعه است، حسینی میشن، عاشورایی میشن، هیچ که حریف اینا نمیشه، هیچ کس. و دومی که خشابشون خال بود، خشابشون رو پر کردن. ایام عاشورا اربعین گذشته، دارن از رسانه هاشون استفاده میکنن تا یه ذره جوانا رو شستشوی مغزی کنن، انحراف بدن، از مشکلات اقتصادی و آب و برق و اینا استفاده کنن، استفاده بهینه، از داخل مردم رو بلند کنن و از بیرون هم حمله کنن به ایران. میخواستم اینجا بگم وظیفه ما مردم چیه؟ ترکی، کردی، لوری، بلوچی، عربی، فارسی، هری که هستی، این خاک ناموس ماست، وطن ماست. اگه کسی تو این وضعیت جنگی بخواد ناآرامی ایجاد کنه، بلاگری بیاد برای ویوی بیشتر بخواد الکی تخریب کنه، آی این گرونه، آی اون فلان، بله گرونه، همه ما کارگریم، همه ما میدونیم، ولی اگه جنگ بشه دلیل ضعف ایران این بشه که شما از داخل شروع کنید به بلند شدن، ایران ضعیف بشه، چشم طمع بذارن، حمله کنن، جنگ بشه، یه بچه اگه کشته بشه، شهید بشه، خون اون به پای شماست. آقا من وضع از همه شما بدتره، ولی من جنگ نمیخوام. با تمام وجود باید پای خاکمون، وطنمون، میهنمون وایسی. بعد جنگ هر کار که میخوای بکنی بکن. الان وقت همبستگیه، الان وقت اتحاده. تمام.